سوالی 16 حاصل جمع ریشو مدل رو یابیم میگن. مدل خیلی مرکب است. لیکن ما مدل رو با روی آسان کار میتونیم. نومالوم روی باز میکنیم. نیا کنیم. در هر دو اعضاش x کوادرات مینوس x است. هم درون ریشه بیرون از ریشه. بیاین همون رو ما a گوییم. و ریشه ما عوض میشه. چی میشه؟ a جمع در درون ریشه a جمع 7 برابر 40. این حاصل مدل از پیشین دیگه کمتر ساده تر است. چون که در اینجا وقتی ما چیکار باید کنم؟ a رو به طرف راست کوادرات گیرم. لیکن من در اینجا هم فکر کردم مثلا که در وقتی کوادرات گیرم درجه های 4 پیدا میشد. مثال من خیلی مرکب کار کرده میشد لیکن مرکب تر میکرد. برای این راه رو انتخاب کردم. بعد این چیکار میکنیم؟ a جمع 7 میموند. دیگر a رو به طرف چپ میگیریم. 49 میشود. و بعد این هر طرف کوادراتش رو میگیریم. باز 49 هست کوادرات. هر طرف رو کوادراتش رو بگیریم. چی میشه؟ طرف چپ a جمع 7 و از طرف راست 49 کوادرات جمع میشود. من پاتو کالکولاتر سودم برام 2401 مینوس 98 a جمع a کوادرات. و اکنون مدل کوادراتی شد. همه ایفاده رو با یک طرف جمع میکنیم. چند میشود؟ به طرف راست میکنیم a کوادرات مینوس 99 a مینوس 2394 برابر 9. این البته مدل دشوار شد. چیکار میکنیم؟ با خاص جدا کردن خیلی دشوار است. بیاین به مدل کوادراتی دیسکریمین گردانیم. چی میشود؟ b کوادرات مینوس 4ac b کوادرات در اینجا مینوس 99 در کوادرات مینوس 4 ضرب 1 ضرب مینوس 2394 و البته باز کالکولاتر استفاده برام. اینجا خطا کردم پلوس میشود. در اینجا هم پلوس 99 کوادرات چی میشود؟ 9801 مینوس 4 ضرب 2394 9576 این برابر است میشود 225. و از اینجا ولی ما باید که a رو باید یابیم. اکنون i اولی ما چی میشود؟ 99 پلوس بیم 225 ریشه دیسکریمینت اکر 15 میشود تقسیم 2 دویم ای ما 99 مینوس 15 تقسیم 2 و اینها رو اگر کار کنیم چند میشود؟ این 114 تقسیم 2 57 این باشد 84 تقسیم 2 42. اینجا دو تا a داریم. اکنون این رو با x رو برابر میکنیم. خیلی مرکب شد. من فکر کردم آسان‌تر میشه لیکن مرکب شد. x کوادرات مینوس x برابر 57 است. یا اینکه x کوادرات مینوس x برابر 42. هر دو این رو کار کنیم. x کوادرات مینوس x مینوس 57 برابر 9 کار کرده میشد یا نه؟ با یوری دیسکریمینانت با چیکار میکنیم؟ b کوادرات 1 مینوس 4 ضرب 1 مینوس 57 این برابر میشه 4 228 جمع 1 229. لیکن یافتن شرط نیست. من برای x کوادرات مینوس x مینوس 42 برابر 9. تمام به دیسکریمینانت کار میشه. ما با جمع ریشه ها رو یابیم میگه. ریشه ها رو جمع کنیم. به ریشه ها رو یافتم ما میدونیم فرمولش چیه. x1 جمع x2 از اینجا چی میشه؟ مینوس b یعنی 1 تقسیم 2a در اینجا 2a 2 میشه. 1 تقسیم 2 از اینجا x1 جمع x2 برای این جمع ریشه 1 تقسیم 2 و جمع هر دوشون یعنی جمع ریشه 2 اول 1 تقسیم 2 از اون دیگه 1 تقسیم 2 4 ریشه دارد اینجا جمع 3 و 4 بگیم اگر 3 و 4
Y taksim ediyor. Cəmi y taksim ediyor. Beraber y. Yani bir eşya var. B diskine burada. Yoksa meşe var.